یعنی که اگر ما تا اون وقتی که فهمیش خود رو نسبت به مسئله دیگر نکنیم، من فکر میکنم مسئله تاسیس اختصاص از روی تخصصی روانشناسی صحوی یا طبیبی صحوی و غیره و کذا کمی مشکل میشه. حتی وقتی که من با ورزشکاران صحبت میکنم میگه که خیلی فلان جام زخم برداشت، فلان جام مثلا لط خورد، خیلی همون یه خدمت دکتر هست کو. من میگم خیلی برای خودش مخصوص دکتر داره، طبیب داره. اینا همون متخصصی صاحب خودش بفهمد میگه که نه نقص بود دیگر احتیاج نداره. حتی این چیز. حتی ورزشگر در خارج کشور معیوب شده است، مثلا لط برداشته است، من میگویم که در همون کشور ما مبلغ میفرستیم، معاینه طبی گذارد، میگه که من میرم در کشور توبتمو میگیرم. من میگویم که ما مثلا متخصصان خوب در این ساحه نداریم، میگه که نه در کشور هست. گپ درباره چی میرود؟ گپ درباره ضرر که از چرابینی‌های ورزشی برداشته است. یعنی برای این برقرار کردن موشک، مثلا حتی نمون میگیم چی میگن موشک‌های بین قبرگاه‌ها آسیب می‌بیند. ساده کرده گویم وقتی که می‌درد این کاری مثلا هر دکتر نیست. برای این در دیگر کشورها مخصوص طبیبان هستند که برای پورا برقرار شدن و یعنی با فعالیت ورزشی برگرداندن ورزشگر کمک می‌کنند. اما متاسفانه بازم فهمیشی ما در این مسئله. من فکر میکنم که اگر تخصص ما تأسیس بتیم مناسبت و فهمیش همین گونه باشد، کسی برای نه یعنی از روی این اختصاص متخصص شدن حجت میسپارد و نه کسی حاضر میلی یعنی رای میکند گرفتن مصلحت روانشناس. حتی ما بعضا کوشش میکنیم که روانشناسانی که هم تو در جامعه ما بسیار شناخته هستند برای پیش از بعضی مسابقه ها خیلی ورزشکاران میگن که خیلی ضرورت ندارد ما خودمون با قول آماده میکنیم روحی و روانی، لیکن بازم این چیز یعنی متاسفانه جوری